سلام علیکم و رحمت الله و برکاته دوستان و هموطنان گرامی. پیش از همه خداوند قادر یکتا خوب به همتا را شکرانه میگم برای تمام نعمتهاش، از اون جمله برای بهترین، بالاترین و خوبترین نعمت پروردگار ایمان است. رب العالمین شکرانه خاص میگم. اما به شما بیننده های گرامی الکی معلوم است که ما در چی باره گپ میزنیم، زیرا صحبت ما دوام دارد. همون صحبت هایی که پیشتر کرده بودیم در باره ملا حاجی میرزا. اولا من یک دو نقطه را بگم در باره خود شخصیت حاجی میرزا. از سخنایی که من به حاجی میرزا زده داخل داره تنها میکنم در سخنهای تا جواب دادستم، این معنی او را نداره که تو بخیزی مده جواب بگوی. این معنی او را نداره. من به این خاطر با تو صحبت ندارم. و دوم که از سخنهای ما او معنی را تو نگیر که با خودت شاید فکر کنی که همین مرا مجبور داره که من ببرم علیه امام علی رحمان یا دیگر وزیراش جزیراش گپ زنم. من این سخنها را برای او هم نمیکنم، برای تو یا برای مردم کردستم. به این خاطر من نکردستم که تو ببروی عملهایی که امام علی رحمان کرد یا فرمانهایی که از طرف امام علی رحمان صادر شد که علیه مردم حالا هم مبارزه شدید بردستند ضد اسلام، ضد قانونهای پروردگار، من تو را به او مجبور ندارم که برو همون عملها را محکوم که، حالا که حق داری، حق تو داری. زیرا از حدیث های پیامبر با خبر هستی که حق تا وقتی مردنه باید بگوی، تا وقتی مردنه. اما من صحبت پیشنهاد گفته بودم، بازم تکرارا میگم که شاید میترسی یا شاید برای وظیفه باشه که طرفداری امام علی رحمان کرده، یا شاید که اگه جای حساسیت تا اونا محکم گرفتگیان و تو از همون خاطر از امام علی رحمان پشتیبانی داری، مانندی که سخنگوی امام علی رحمان شده. سخنگوی امام علی رحمان در جاده سیاست نه، در جاده دین. چون که من نوارای ترا که وقتی تماشا میکنم چند تای اخیر شد، فقط یک چیز هم میفهمم که همون چیزی که امام علی رحمان 6 سال پیش گفته بود تا امروز امروز ما گفته است تکرارا. همون چیزی که امام علی رحمان گفت، همون چیز، دیگر چیز نیست. اما تو در دایره حدیث و در شکلی تو، در ظاهری تو شاید نفرای داری طرفدارای بالچکای داری که را میگن 100% استاد عزیز زبان تا صدقه درست گپی حق تو گفتی میگه، همون نمیدونن که تو اونا را از راه راست گردونده استی، از راه راست او را گردونده استی، این کاری خطا کرده استی، این عملای شومت انجام داده استی. اگرچه بازم میگم که برنامه خودت نیست، صحبتای خودت نیست، اگرچه با زبان تو اینا صادر میشوند، پهن میشوند، اما ما از تو فقط یک چیز طلب دارم که خاموشی تو، سکوتی تو این نعمتی بزرگه، نعمتی بزرگه. فایده خودت داره حاجی میرزا، فایده خودت داره. اگر که در یک روز یک تا ویدیو نه 10 تا ویدیو کنی، امام علی را سفید کنی، یا که حکومت سفید کنی، یا تاجیکستان بیشت روی زمین بگوی، تمامی دیگر مردم یا دیگر کشورها را جهنم اعلان کنی، حدیث قطعا بیاری تغریش کنی، برای ما هیچ ضرر نمیتی، هیچ ضرر نمیتی. یک پلفته یک لقی باری ما هم خیلی میبینمت بعد، این هم قدر میبینمت. و این سخنهای ما میگم این معنی او را نداره که من دشمنیتیم. حاجی میرزا تو نفری هستی که شاید اصلاح بشه، اصلاح شاید بشه. امام علی اصلاح نمیشود، ما را بارها گفتگیم، طرفداراش هم اصلاح نمیشوند. ایوا من هیچ امید ندارم، اما از تو یک امیدی دارم که شاید اگرچه با گپی ما هم نکنی، یک روزی فکر کنی که ما کجا رفتستم، این راه راست کجا شد. یک روز با خودت شاید فکر کنی و
از این سفید کنی برگردی. اما شاید دیر میشه اون روز، دیر میشه، زیرا راهی زندان، راهی حبس برای خودت باز کرده است. وقتی زیاد که از رحمان پشتیبانی میکنی، از فرمانهای جزیر او پشتیبانی میکنی، به آبرو میکنی خودت در بین مردم. وقتی به آبرو کردی میبرن زندان میکنن، حرف کسی برای تو نمیزنه، صدا نمیبرن هیچ کس برای تو. مانند که سیراجدین شش، یک بار شش نبود، دیم بار شش، فرزنداش، خش نبرش و همسایش بلچکاش آواز نبروردن. شما میدونید این چی بلاه؟ حاجی میرزا میفهم این چی معنی داره؟ که حق داری که وقتی زندان میکنن نزدیکات یا با یگون عمل شوم تهمتشون میکنن یا میکشنشون تا آواز ببروری. موافق سرخونون میگم حاجی میرزا، با حدیث با خودت نتراشی. عذر تر رحمانوف قبول نداره، رحمانوف بهتر رحم نداره. خوی قدر نافهم باشی. در گرد اطراف نفر هستن که خاموشه ریوه کردگن بعضیش. دیدیم ما درباره و اصلا صحبت نمیکنیم، زیرا او حق هم نداریم. نفری که خاموشه او را بیارید یک پیش بگیم پای رحمان بپرتایی که این ایرا بگی بخوا بگذیره یا ایرا بر زندان کن. ما چه کاری بد کرده استیم، ما همون را دیده استیم. همچون یک شهروندی تاجیکستان گفته استیم که نکمی کار به ضرر خطای. یعنی مردم اگر که 10 سال پیش بر راه راست هدایت میکردی، از این بابت تو مردم بر راه کج دعوت داری، یا که همون مردمی که در راه راستن همونا رو تو با میگوی که نه اکو راه نشید، بیاین با این طرف بگردیم. راه خطرناک انتخاب کرده حاضر حاجی میرزا. مشخی راه خطرناک انتخاب کردگی. اما مردم خودش را باید قضاوت کنه. اما از ما گفتن است، ما حق داریم میرا بگیم. مردم هم میرا بدونه. حاجی میرزا خود باید از زبانت همین چیز ببروه که کمبودی های مرا دیدین شما بگین، مرا به راه راست هدایت کنین، راه راست برای من نشان بدین. از ابوبکر صدیق بالا نیستی، از ابوبکر صدیق تو بالا نیستی، از عمر فاروق بالا نیستی، از تابعین تبع تابعین یا که علمایی که حاضر هستند بهترین علمای روی دنیا هستند یا که بهترین علمای مردم شونند، از ما بالا نیستی. مغرور نشه، متکبر نشه، بگو که مردم اگر خطای مرا دیده شما حق دارین. ما برای چی سخن میکنم؟ طرفدارای تو زیاد دیدم در زیر نوارها از تو دفاعی میکنن که گپی تو را 100% میگن ما جانمونه برای تو میتیم. ای جانونده بسیار میگه دوستت میداریم. این خطا هایی را بگوش با طرفدارات. اون طرفدارات همین چیزا بفهمون که ای جانت زیاد باید پیغمبر خدا را دوست بداری. حدیث هم هست که پیامبر میگه که هر کسی که مرا از خودش و از تمامی چیزهای روی دنیا دوست نداره ایمانش پره نیسته. این را با طرفدارات بفهمون. فکر میکنم این سخنایی که گفته استم یادت نمیره تا وقتی مرگ تا مردن تا یادت نمیره. این حتما تو گوش میکنی سخنه، این ویدیو را میبینی، با خلاصه بیا خودت محکوم بکن. خودت محکوم بکن یا که قاضی بشه برای خودت. حاضرت و گذشتت یک بار پیش رود بیار، حساب کتاب کن، میفهمی که بعد ما راست میگیم یا یکی نه. هیچ با ضررت نمیگم حاجی میرزا، هیچ با ضررت نمیگم. هر چی میگم با فایده تو گفته استم. گوش میکنی بازم میگم که خوب، اگر نمیکنیم بازم برای ما خوب. هیچی ضرر نمیتی برای ما. برای خودت یک بلا و یک مصیبت میخری. این هم قدر کار میکنی.